خب خدمت عزیزانم سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با هم دیگه یه مسئله جبری و معادله در حقیقت مقدار آروم خواد از این تساوی به دست بیاریم. جالبه. آی به علاوه 2 آی منهای 2 به علاوه 3 منهای 3 4 منهای 4 5 منهای 5 مساوی 1. این چی بوده که صورت و مخرج با هم ساده شدن 1 شده؟ به عبارتی صورت با مخرج برابر شده در حقیقت. قبلا هم اینا دیدیم با هم دیگه بچه ها. معمولا تو ضرب یه کاری میکردیم اتحاد جمله مشترک های خوبی به دست بیاد. مثلا آی به علاوه 2 رو با آی به علاوه 5، آی به علاوه 3 رو با آی به علاوه 4، پایین هم به همین ترتیب آی منهای 2 رو با آی منهای 5 و مثلا آی منهای 3 رو با آی منهای 4. ضرب بالا رو مساوی ضرب پایین قرار بدیم از همون اول. خب دوتای سبز رنگ رو ضرب کنم، جمله مشترک به توان 2، جمع غیر مشترک ها در مشترک و 2 ضرب در 5. این دوتای سبز رنگ، دوتای قرمز رنگ هم A2 7A و به علاوه 12 مساویه. آبیا A2 منهای 7A به علاوه 10. نارنجیا A2 منهای 7A به علاوه 12. خب ضرب اگه انجام بدم خود همین خب تال جمله مشترک دیگه. بازم جمله مشترک به توان 2، A2 به علاوه 7A به توان 2، غیر مشترک ها 22 در A2 به علاوه 7A ضرب غیر مشترک ها 120. برای این یکی هم مشترک هامون A2 منهای 7A. پس A2 منهای 7A به توان 2، غیر مشترک ها 12 و 10 میشه 22 در A2 منهای 7A ضرب غیر مشترک ها هم 120. 120 از هر دو طرف ساده میشه. خب تو اینجا رو باز دقت بفرمایید که اگر این رو بیاریم این ور با هم دیگه بگیریم، این دوتا رو مشکی بنویسم که بهتر باشه و این دوتا رو هم با هم ببینیم چی در میاد از توش. پس A2 به علاوه 7A به توان 2، A2 منهای 7A به توان 2، 22 A2 از 22 هم میتونیم فاکتور بگیریم بچه ها. A2 به علاوه 7A این بیاد اونور منها میشه، منهای A2 و به علاوه 7A مساویه با 0. A2 ساده شوند. خب این اتحاد مزدوجه بچه ها. x2 منهای y2 جمعشون در تفریقشون، جمعشون میشه 2A2، تفریق اینها میشه 14A. این ورم 22 7A و 7A میشه 14A. 22 ضرب در 14A مساویه با 0. خب یه 14 تا در حقیقت مثل این که دارن، یعنی در حقیقت میتونم بگم از 28A فاکتور بگیرم. 28A از این میمونه A2، از این میمونه 11. 14 تاشو 28 تاشو گرفتم مساوی با 0. خب با یه ضربی مواجه شدم که مساوی با 0. میدونیم که این پرانتزه A2 به علاوه 11 0 نمیشه، 28 هم که 0 نیست. پس نتیجه میگیریم تنها چیزی که میتونه 0 باشه A هستش. یعنی تنها جواب این معادله A مساوی 0 هستش.